به نام خدا، میلاد عابدینیان هستم، بازیکن تیم مناطق نفتخیز جنوب. خب دور گروهی مرحله مسابقات لیگ برترم به اتمام رسید. من با یار دوبل خوب و شایسته‌ای که داشتم با آقای مهدی مدنکن تونستیم که در این دور از مسابقات با 13 برد و بدون باخت این مرحله رو به اتمام برسونیم و به مرحله پلی آف صعود کنیم. امیدوارم که در مرحله پلی آف بتونیم عملکرد خوبی ارائه بدیم و همچنین نکته‌ای که باید بگم اینه که پخش زنده این دور از مسابقات در سایت آنتن و کانال یوتیوب فدراسیون حائز اهمیت بود و خیلی مفید و بالاخره خیلی از علاقه‌مندان تونستن از این مسابقات لذت ببرن و تشکر میکنم از دوستانی که زحمت این کار رو کشیدن و همچنین از مسئولین تیم مناطق نفتخیز جنوب هم سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت همگی. سطح این دور از مسابقات لیگ برتر تنیس رومیز خیلی خوب بود. شرایط مسابقه، نور سالن، کیفیت فیلم برداری و همه چی خوب بود. تیم‌ها همه قدرتمند بودن، همه مدعی بودن. ما هم تونستیم با بازیایی که ارائه دادیم و نتیجه که گرفتیم جزو 4 تیم شدیم و به مرحله بعدی صعود کردیم. خدا رو شکر که تونستیم نتیجه خوبی بگیریم. دیروز تونستیم تیم دوبل نوشاد میما رو شکست بدیم با آقای عابدیان. دوبل خیلی قدرتمندی هستن، مدال آسیایی دارن و امیدوارم که تیم‌های بیشتری حضور پیدا کنن تو لیگ برتر، سطح مسابقات بالاتر بره و امیدوارم که هر ساله همین کیفیت تو مسابقات برقرار باشه و بتونن تیم‌ها راحت‌تر راحت‌تر بازی کنن و شرط مسابقه جوری باشه که بازیکن‌ها بتونن بهترین خودشون ارائه بدن. خیلی تشکر میکنم از همگی و امیدوارم که موفق باشن همگی. سلام عرض میکنم، آریا امیری هستم، بازیکن پالایش نفت آبادان. سطح امسال لیگ از لحاظ کیفیت بازی خیلی بالاتره با وجود اینکه تیم‌های کمتری امسال شرکت کردن، ولی خب بازیکن‌ها واقعا از آمادگی خوبی برخوردارن. همچنین جا داره یه تشکرم از روابط عمومی فدراسیون بکنم که امسال فوق‌العاده فعالتر بودن و امیدوارم که این قضیه رسانه و پخش‌های زنده و روابط عمومی فدراسیون روز به روز پیشرفت کنه. ارادت دارم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. خب من نوشاد عالمیان هستم. امسال هم در لیگ برتر حضور داشتم با تیم پتروشیمی بندر امام و امسال لیگ برتر ما خدا شکر سطح فنیش خیلی خوب بوده. خب یه سری مسائل هستش مثل مشکلات میز و توپ و اینا هستش که اگه بشه یه مقدار کیفیت اینا بالاتر بره خب برای سطح مسابقات خیلی بهتر میشه، بازیکنان خیلی راحت‌تر میتونن بازی کنن. ولی خب در کل همه چی خوب بود خدا رو شکر و دور مقدماتی هم ما تونستیم خدا رو شکر بازیامون رو ببریم و اول بشیم و اینجا جا داره از شما هم تشکر بکنم که بازی‌ها رو پخش زنده کردید و پوشش دادید. واقعا این مسئله واقعا مسئله مهمی که بالاخره جامعه رشته پینگ پونگ رو بیشتر بشناسه و من اینجا جا داره ازتون تشکر کنم به خاطر زحماتی که کشیدید. متشکرم.